جبار غفور رئیس نویه شهرتوز ولایت ختلان روز 15 فوریه سال 2022 در نشست خبریش سبب دست به خودکشی زدن یک رئیس جماعت در این نویه را مشکلات خانوادگی نامید. جسد رئیس جماعت به نام جورا نظرف خوشقدم نادرف را شب 11 فوریه سال 2022 در منزل زیستش آویخته پیدا کردند. وابسته به خودکشی خوشقدم نادرف رئیس جماعت جورا نظرف را مقامات حفظ حقوق سنجیده ایستادند. من همینش را میدانم که سبب دست به خودکشی زدنش مشکلات اولیویش بوده است. او گفت رئیس نویه این در حالی است که بر اساس بعضی معلومات تایید نشده گفته می شود مرحوم 3 روز قبل از مرگش از یک فیلیال های بانک ها در نویه شهرتوز 30,000 سومونی قرض گرفته باشد. اما رئیس نویه گفت اینها آوازند و اساس ندارند. جبار غفورов گفت که او در کارش مشکلی نداشت. این در حالی است که یک منبع به از پلوس گفت یک روز پیش از حادثه با رهبری خود این رئیس جماعت در مسئله دست به خودکشی زدن، پیشگیری ها از جنایتکاری و گراییدن جوانان به حزب و حرکت های اکستریمیستی و تروریستی همایش با مردم گذرانیده شده بود. خود خوشقدم نادرف نیز در همین همایش سخنرانی کرده است. خوشقدم نادرف 34 ساله تا رسیدن به وظیفه رئیس جماعت به حیث نتایج دولتی و سرمتخصص بخش تنظیم عنعنه و جشن و مراسم همین جماعت کار کرده بود.